هموطنان عزیز، واقعا یک لباس بسیار عمود و ظریف و همچنان عمود و بسیار مقبول می باشه. بله دیگه اینیا دستدوزی از زیاد است. این لباس های رنگه را معمولا در محافل همراه های عروس می پوشند. و این لباس هم که شما در تصویر بیننده هستین که تا این قسمت های پایدامنش که بسیار این لباس را مقبول ساخته. دیزاین از این باف هست به نام دامن باف میگن ایره. دیگه همونه میبینین قسمت پایین کلا جالی سفید کار شده. به نام خداوند بخشاینده و بین‌نهایت مهربان. سلام و درود خدمت یکایک شما وطن‌های عزیزم. انشالله که هر کجایی که هستین جور و صحت و سلامت باشین. شما را باز هم خوش آمدید میگم به یک برنامه کاملا جدید و متفاوت دیگر که ما تمنا امیری امروز خواستم که به یک از فروشگاه های کابل بیایم که قسمی که شما بیننده هستین. ما فعلا در یک از دکان های رابی سنتر هستم که واقعا اینجا بسیار لباس های مختلف و زیبایی هستن که قسمی که شما در تصویر بیننده هستین لباس عروس، لباس رنگ سبز، کلا لباس هایی است که اینجا دختر خانوما کسایی که میخواین خرید کنن برای عروسی میتونن که این لباس ها را خرید کنن و بسیار اما یک لباس های مقبول هم است که زیب بسیار زیبا خصوصا برای تمام دختر خانم‌های مقبول کشور ما میتن. دیگه چی خوب است که من به اون طرف برم همراه کسی که مسئولم اینجا صحبت بیشتر داشته باشیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام خدمت شما، خدمت همکار تکنیکی شما، خدمت بیننده های چینل شما. عبدالمجید هستم، مدیر بخش کارخانه تولید لباس محفلی و عروسی کنشگاه در خدمت شما هستم. وقتتون بخیر عبدالمجید جان عزیز. ما خواستیم که امروز یک گزارش تقدیم هموطنای ما کنیم از این دکانتون، چون واقعا لباسای بسیار بسیار مقبول اینجا هست. میشه که اول چون از تمام لباسا که من میوارد دکان شدم متوجه شدم لباسی که برنگ سبز است که زیادتر یعنی بگویم فقط دیگه عروس خانوما از همین لباس به تن میکنن در شب عروسی. چی خوب است که اول از همین لباس بر ما یک معلومات کوتاه بدین. تشکر. لباس های سبز باشه یک تایی که من براتون پایان کنم. این لباس های سبز از ساتن، جالی موره، جالی، زنکس و دیگه موادهای خام خود ما در کارخانه خود ما توسط خیاطای افغانی خود ما ایره تولید میکنیم و مخصوص عروس خانم هاست که معمولا عروس خانم ها در شب نکاح از این استفاده میکنن و میپوشن که از این ما دیزاین های متفاوت داریم. شما اینو میبینین که در قفسه ها ویزان است، دامنگرد است، دنبالدار است و دیگه کیفیت های مختلف، رنگ های مختلف و شیپ و دیزاین های مختلف. همین لباس یک رقم همین دنبالش هم دراز معلوم میشه. یک کم دنباله داره چون ما دو سه نوع دنباله داریم. اینی دنباله کم است که از این دنباله درازترش باز او طرف هست میبینین و دنباله دراز دیگه ای که باز بعداً در بیننده ها باز نشانش میدیم که بیخی دراز است. بله، دختر خانمایی که معمولا لباسای خوش دارن که یک ذره دنبالش متوسط باشه، بله. میتونن که بیاین این لباس خریداری بکنن. اینی دنباله را مردم ما زیاد خوش کردن چون نه دامنگرد است و نه دنباله دراز داره. دیگه دنباله هست که مناسب است و مشتریای ما زیاد از این دوست دارن که اینمی سایز دنباله باید باشد. نه از این اضافه تر از زیاد خوش میکنن و نه کمتری که دامنگرد شوه. پس میگه عبدالمجید جان عزیز گفت کسایی که قسم دنباله‌ای که متوسط باشه که نه زیاد همونطور اذیت کنن دراز باشن و نه که مثلا بدون دنباله باشن. دیگه این لباس است که واقعا بسیار مقبول است. میشه که در مورد همین دیزاین از این مرغکایی که در بسیار عمود و ظریف و لباس مقبول ساخته میشه در این مورد بر ما بگین. دیزاین از ما موری زیرا میاریم از چین. باز اینجا خانم‌ها هستک، موردوزا هستک. دیزاین میکنیم گلدوزی، باز اونمو گلدوزی را میتیم با موردوزا، باز روی ازو دستی موردوزی میشه. این کاری را که میبینین موردوزی دستی هستک. یک هفته کمتر بیشتر اونا موردوزی از انجام میتن. بعد از که آوردن باز ما را دیزاین میکنیم در روی پیران. امی
جور کردن یا می دوختن همین لباس که واقعا بسیار مقبول است چقدر وقت را در بر میگیره؟ پروسه تولید از تقریبا در حدود یک هفته 5 روز بستگی به این داره که چون یک قسمت کار از کار دست است اونمو زمانگیر است. دیگه کارهای از خود تولید از برش گرفته تا دوخت و تا نمایشگاه که برسه در یک روز میشه. اما چیزی که زمانگیر است موردوزی از است که زیاد زمانگیر است چون کار دست است. احتمالاً یک هفته موردوزای ما سر اینم یک پیران موردوزیش کار میکنن. دیگه هوام گرم شده دیگه از این به بعد بخیر کم کم همین عروسی و اینام دیگه جریان دارن شاید مشتریایتان هم زیادتر و زیادتر شون انشالله. چون زمستان خود طبعا کل کارها یک ذره ضعیف است. باز کار محفلی خیلی ضعیف است چون معاملات خوشی ما در زمستان نیست. هموطنای ما معامله نمیگیرن. دیگه نزدیک به بعد انشالله که هوا رو به گرمی است ما آمادگی گرفتیم تولیدات را زیاد کردیم. در اینجا ما انبار داریم. دیگه در کارخانه هم یک مقدار زیادی است که آماده فروش است. دیگه خدا مهربان است. انشالله و همچنان در مورد از همین لباس ها بگین چون اینا فری سایز هستن یا هر کس که مثلا هر عروس خانم که خواستن چون عروس ها زیادتر معمولا به این دکان میان اما چی میگن اندازه میگیرین یا که مثلا فری سایز است که بجان هر کس دیگه میاین؟ اینا فری سایز است. این قسمت یک دفعه اگر شما ببینیم که پشت سر از این واضح معلوم میشه. ببینید این تا این قسمت ای جای داره توسط اینمی بندک تنظیم میشه. فری سایز است. قد از زیاد مطرح نیست. اگر یک مقدار دراز شوه هیچ مهم نیست. معمولا عروس خانوما دراز دوست دارن دراز فرمایش میته دیگه میمونه مسئله اندازه کمر و قد اینا از اینا شانهش دیگه فری سایز است توسط اون بندکایی که در پشت سر است تنظیم میشه. بسیار خوب. دقیقاً قیمت از این چند واسه یک کسی که میخوایم برنامه ما رو خصوصا دختر خانمای عزیز که بیننده هستن قیمتشون چند است که بگین که اگر خوششان آمد که بخره؟ نرخ‌ها خو متفاوت است نظر به جنس نظر به کیفیتش نظر به مقدار دستدوزی که سر از او شده دیگه قیمت ها متفاوت است. مثلا اینی لباس ما هست فقط یخنش که سراسین تا شانه را کار دستدوزی شده است. قیمت نظیمی میه برای خانمای محترم 7000 افغانی. دیگه باز لباس های دیگه داریم اینیا میه تا 12000 افغانی چون اینا ما یک دفعه باش پاهن کنم یه هم دنباله داره و دنباله هم که میبینین از اینجا اینی موردوزی شده است تا پایان را. اگر اجازه بتین که ما جای آزاد بهم که درست بفرمایید براتون نوار کنم که مشتری ها ببینن دوستان بیننده شما ببینن که سری پیرانا واقعا زحمت شده. اینی که هست اینمی یک خط کلش مکمل مورد دستدوزی است. این اینجا پلیتکا دستدوزی است قسمت پیش روی که دوست هموطنای عزیز واقعا یک لباس بسیار عمود ظریف و همچنان عمود بسیار مقبول می باشه. بله دیگه اینیا دستدوزی از زیاد است کار دستدوزیش خیلی زیاد است. اینی قیمتش میاد 12000 افغانی 12000 کی هم 12000 به این خاطر است که ما به نرخ عمده میگیم. یعنی احتمال داره که اگر مثلا در یک دکان پرچون فروشی برین احتمال داره که از 15000 و شاید 17000 و 16000 ایره به خانمای محترم کم ندن. چون اینجا از ما نرخ عمده است اما نرخ عمده را به شما میگم. بسیار خوب بسیار خوب. و همچنان شما دوستای عزیز چند تصویر بیننده باشین بعد از اون ما انشالله لباس های دیگه که اینجا بسیار نامخدا لباس های مقبول و مختلف است انشالله به معرفی میگیریم. خب هموطنای عزیز حالا دیگه من اینجا هستم بازم در کنارم عبدالمجید جان عزیز هست. البته این بار
اینا رو معمول تو بسیار یک لباس مقبول است. البته این لباس که است دختر خانم ها زیادتر فکر کنم از این بتن میکنن که واقعا یک رنگ مقبول، یک دیزاین مقبول و همچنان یک لباس بسیار ظریف است که میتونن هم در محفل عروسی باشه، شیرینخوری باشه، یک محفل شادی باشه، میتونه که از این لباس خرید بکنن که بسیار مقبول است. و چی خوب است که جزئیات بیشتر از عبدالمجید جان عزیز داشته باشیم در مورد طراحیش که چند رنگ داره، قیمتش چند است. تشکر. این لباس های رنگه را معمولا در محافل امراه های عروس میپوشن، اکثر امراه های عروس میپوشن. دیگه رنگی که فعلا میبینین این هم یک قسمتش کار دست است، پلیتی است. از این 6 رنگ متفاوت ما داریم که جگری است، گلابی است، نقره‌ای است و یک 2 رنگ دیگه هم داریم. دیگه قیمت های از اینا بین 9000 تا 11000 میه. نظر به مو دنباله ازی چون مصرف تیکه و مواد خام دیگه ازی زیاد میشه. از همون 9 تا 12000 11000 ای ما مفروشیم برای دکاندارا. در مورد تیکه ازی بگوین. تیکه ازی فکر کنم تیکه جالی نازک است. این چند لا کار میشه. لای زیری ازی یک قسم تیکه است به نام زینکس است که او جلو امو به حساب آمیانه بگم چملک شدن زیر میگیره، خلطه شدنش جلوش میگیره. بعد از او باز در لایه زیرین ازی ساتن است. با سر ساتن 2 لا جالی ظریف زرکدار داره که 2 لا است. میبینین اگه متوجه شده باشین جالی ها زرک داره. 2 لا جالی زرکدار کار میشه. باز اینی دیزاینایی که در روی لباس میبینین ای باز در روی جالی کار میشه. یعنی تقریبا 3-4 لا هست گنیم یک دامن ازی. و یک شما گفتین عمده میفروشین، باز نظر به دکاندارایی است که برشان میتین دیگه اونا دیگه چند میفروشن؟ اونا باز دیگه مو مصارف و عایدات و گپای خود را مد نظر گرفته یک چیزی سرش میمانن حتما. احتمال داره که در بازار بین 14000 15000 شاید چیزی بالاتر. دیگه تصمیم خود دکاندارای پرچون فروش است که اونا چی قسم چی قیمت به فروش میرسن. و همچنان در مورد از امی دوخت لباس ها بگوین که لباس هایی که واقعا مقبول است که هر کدامش دوستای عزیز واقعا دوختنش و آماده کردنش بسیار وقت گیر است. یا گفتین قسمت مورش که خانم انجام میته و امی دوخت اصلی از کجا انجام میشه؟ ما کارخانه داریم، خیاطای ما، برشکار ما، دیزاینر ما کلا از جمع افغانی های خود ماست. اینه پیرنایی را که شما اینجا در نمایشگاه میبینین از صفر تا مرحله استفاده را کلا ما خود ما افغانی های خود ما در داخل همین کابل انجام میدیم. خیاط از خود ما هست، از جمع افغانی های خود ماست. دیزاینر هست از خود ماست، دیگه موردوزا از خود ماست. همه و همه کلگی را ما اینجا در کارخانه خود ما انجامش میدیم. بسیار عالی، بسیار عالی. و همچنان یک لباس دیگه که هموطنای عزیز من از اول که در دکان آمدم پیش از اینکه برنامه رم امی لباس واقعا توجهی مرا جلب کرد، چون واقعا امی نگین میگن نه یخکی هایی که دزی کار شده بسیار امی لباس را یک رقم ظریف و یک رقم مقبول ساخته. خصوصا که این جلایت هم هست اگر در شب دختر خانمای عزیزی رو بطن کنن که مقبولی و زیباییشون بیخی چند برابر میشن. دیگه در مورد طراحی از این لباس بر ما بگویم. این طرح ازی امی وریب هستک، وریب دنبالدار است که پیشتر براتون گفتم که ما تقریبا 2-3 سایز دنباله داریم. ای از جمع مو سایز دنباله درازش است. اون اگر در کمره بیاد اون میبینین شما که دنباله خیلی زیاد است که حتی زیر از گودی دیگر رفته. دیگه تکیزی به نام جالی یخکی است که قیمت های ازی از پیرن نقره‌ای که پیشتر بیننده دیدن از او که خیلی قیمت های تکیزی هم بالاست، جالی هم بالاست و کارش هم سنگین است، ثقیل است. ثقیل به این دلیل که یخک داره دیگه بسیار با مشکل زیر ماشین خیاطی. دیگه اگر اینی پیرنای دیگه ما ساده ما 2 تا 3 تا 10 تا سوزن مثلا بشکنانه، ای حداقل 20 تا سوزن مشکنانه تا دوخته شود، چون یخکایی که زیر سوزن رفت سوزن مشکنانه دیگه از اون لحاظ هم زمان گیر است. ولی در کل یک چیز بسیار متفاوت است، یک چیز بسیار با کیفیت و مقبول است که خود بیننده با چشم میبینن.
واقعا همون تو بسیار هم یک رنگ مقبول، یک دیزاین مقبول، اگر همون قدر زمان را میگیره برای از که دخته شوه و آماده شوه، همون قدر یک چیز بسیار همون تو انتیک و همچنان یک چیز بسیار ظریف است. و همچنان از این لباسی که اینجا است که گفتین دنبالش که بسیار دراز می باشه و همون مقبولی لباس هم امی کرده که دنبالش دراز است. و همچنان از این لباس مقبول و زیبا چند رنگ است؟ از این متاسفانه یک رنگ است، چون این تکه‌ای که ما متاسفانه تولیدات وطن خود ما نیست، اکثرا مال چین است. این که ما مثل لیلومی واریم، شما میفهمین که جنس لیلومی یک دفعه کامد دفعه دومو چیز نمیه، حتما یک چیز دیگه میه. و جنسایی که پایدار است همیشه مطمئن میاریم، و جنسایی است که اون همیشه هست چندین رنگ است. مثلا اون بعدا باز بر شما نشان میتم که از یک کیفیت، از یک جنس، از یک گل چندین رنگ میه. ولی اینی تو جنس ها که هستی، جنس ها به حساب آمیانه جنس لات است دیگه. فعلا از این یک رنگ داریم، یک گل داریم. یک رنگ اما بسیار اما تو ظریف و مقبول. و همچنان یک لباس دیگه که زیادتر دختر خانمایی که در عروسی میرن، خصوصا اما تو که سفید چهره باشن، میگن که زیادتر انتخابشون لباس هست که برنگ جیگری یا برنگ سرخ است. که این نظر ما درست است یا که یا نه؟ بله نظر شما درست است. جگری را زیاد خوش میکنن در بعد از سبز و سفید که مخصوص خانم هاست، در بخش رنگه که همراهان عروس میپوشن یا کسای دیگه‌ای که شرکت کننده هستن در عروسی ها، اکثرا جگری دوست دارن. و ما جگری هم بعد از سبز و سفید اکثر فروشات ما جگری است. جگری دوست دارن، اکثر دختر خانم ها جگری دوست دارن. و این لباس هم که شما در تصویر بیننده هستین که تا این قسمت های پایدامنش که بسیار همون تو این لباس را مقبول ساخته، همون تو موره کار شده، موره هست دیگه فکر کنم. بله، این از قسمت یا سر شانه گرفته تا یخن و پلیتکای دور کمر و مکمل دور دامن، اینا موردوزی دستدوز است که کلا موردوزای ما دوختن آوردن و ما هم کار کردیم در این چیز لباس. و یک سوال دیگه که ما میخوایم داشته باشیم از شما، ای که مثلا هموطنای از ما که فعلا این برنامه رو بینیده هستن، چون اگر در افغانستان هستن، خارج از افغانستان هستن، فروشات آنلاین هم دارین؟ بله ما فروشات آنلاین هم داریم. به نام شرکت ما صفحه فیسبوک داریم. بسیار دیگه دو نمبر واتساپ ما هم هست. ما اتفاقا چند روز پیش هم ما 3-4 جوره ما آمریکا روان کردیم. آمدن همینجا دیدن، نماینده خود روان کرده بودن، خود مشتریان آمده بودن، از اقوام همینجا آمدن فرمایش دادن، ما اینجا بر فرمایشاتشان آماده کردیم، دوختیم، باز همینجا از پیش خود ما گرفتن بردن در کارگو پکیج کرد روان کردن. بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا که دکان که امروز ما آمدیم که فروشگاه رابی سنتر و همچنان منزل پنجم که دکان عبدالمجید جان عزیز با لباسای بسیار زیبا، کسایی که در افغانستان هستن میتونن بیاین اینجا دیدن کنن، هم عروس خانمای عزیز و همچنان هم دختر خانمای خوش سلیقه که لباسای واقعا مقبولی هست اینجا. و همچنان هموطنای ما که برنامه رو بیننده هستن دیگه میتونن که به صورت آنلاین سفارش بتن و لباسای مقبول و زیبا را به تن بکنن. و همچنان یک لباس که واقعا مقبول است، در مورد از این لباس میشه برای ما بگوین که این لباس متفاوت تر از لباس های دیگه است که یک قسم گلک های اموت بسیار ظریف و همچنان مقبول که این نمود پیرن کشیده در این کار شده. این لباس که هست کار دست از خیلی زیاد است. گلک هایی را که میبینین کلا یک دانه با دست دوخته شده، نصب شده، یعنی می قسمی که دور کمر و بالاتنه و حتی دنبالیزی هم اینمی قسم کار شده، با اینمی ظرافت دست دوخته شده دیگه. خودتان میبینین که لباس بسیار مقبول، ظریف و بسیار خوب آمده. و همچنان این لباس که لباسایی که تا هنوز برای هموطنای عزیز ما نشان دادین آستین دار بود و اما این لباس آستین نداره. اگر مثلا یک کس باشه که بخواه آستین دار بپوشه و همین لباس انتخاب کنین، برش آستین هم میدازین یا نه فقط شیبیش هم قسم است؟ معمولا چون مشتریا خواستایشان متفاوت است، بعضی آستین دار دوست داره، بعضی به آستین دوست داره. خب ما احتیاطاً زمانی که نمی از دوخت برآمد یک جور آستین دوختگی
احتیاطاً کدوشمه داشته باشیم. اگر گفت که بدون آستین، اون بدون آستین است، آماده است، چی است آماده پوشیدن است. اگر نه که گفت که آستین از باید نصب شود چون کارخانه نزدیک است، در ظرف 5-10 دقیقه چون آستینش از قبل آماده است برش وصل میکنیم، با آستین میبرن. بسیار عالی. و همچنان این لباس هم که از فکر کنم چون همه قسم که دیگر لباس های محفلی کمربند داشت، فکر کنم که این لباس هم فری سایز است دیگه. بله فری سایز است. اون قسم پیشتر که شما را نشان دادم از اون قسمت پشت خود یک طور بندک داره که اونمو مطابق به سایز هر نفر که استفاده میکنه میشه اجز شود. اوکی، بسیار عالی، بسیار عالی. و همچنان یک لباس بسیار مقبول و زیبا هست. و همچنان لباس های دیگه که قرار است که حال ما اینجا به معرفی بگیریم، لباس های بسیار مقبول که تنها مخصوص عروس خانمای عزیز می باشه، که واقعا بسیار لباس های مقبول که هر عروس خانم در عروسیش حتما لباس سفید به تن میکنه که از اون سابق رسم است دیگه. خب میشه که اول امین لباس یکش را برمان پایین بکنین چون بهتر بتونیم که برام وطنهای از ما به تصویر بکشیم. درست است. اگر این دمو چیز ببریم چین او طرف درست. بله. اونجا یک ذره جای آزاد است. این لباس اگر پایین کنین که بسیار مقبول است و همچنان دیزاینش هم متفاوت‌تر از لباس‌های دیگه است، گرچه که تمام لباس‌هایی که اینجا هست بسیار همونطور مقبول، هر کدامش را که ببینیم از لباسی که قبلا دیدیم مقبول و مقبول‌تر می باشه. بیادر عزیز چی خوب است که خودتون گفتین او طرف بریم و همچنان جزئیات بتیم برای هموطنای عزیز ما امی لباس مقبول و سفید که بسیار با دیزاین مقبول کار شده. این دیزاین از این باف است به نام دامن باف میگن ایره. دیگه همونه میبینن قسمت پایین کلا جالی سفید کار شده، قسمت سر آستین و دور یخن و اینا کلا موردوزی است که دستدوز است. دیگه در قسمت سایز همونه فری سایز است، از قسمت پشت سر از بندکات تنظیم میشه. دیگه قیمت های از اینا هم معمولا از 9 تا 12,000 اینا میان. اگر کسی اینجا به دکان شما بیاد چون عمده میفروشین معمولا، اگر کسی خوش کنه برشون کرایه هم میتین یا فقط فروشی است؟ نه کرایه ما نمیتیم به دلیل از اینکه همو شغل کاری زیر سوال نره و ما کرایه نمیتیم چون کرایه مربوط میشه به پرچون فروش ها، دکاندارایی که پرچون دارن. ما اگر یک دفعه کرایه بدیم باز دیگه مجبور کیره به عنوان جدید برای دکاندار ندیم. از او خاطر دیگه ما کرایه نمیتیم. احیانا اگر کدام کسی مراجعه میکنه میخرن باز میفروشیم، اما کرایه نمیتیم. دکاندارای کدام سمت زیادتر میاین و امی لباس ها را برای فروش از شما میبرن؟ او تو والا از 4 طرف کابل میاد. مثلا از سمت دشت برچی میان، امی خود کوته سنگی، زدران میاد، مبارک میاد، امی خود راوی سنتر 3-4 دکانداری است که از ما میبره. سمت کمپانی میبره، قلعه فتح الله میبره، شار میبره. در ابن سینا ما دکاندارا داریم که از ما میبره. یعنی تقریبا 2-3 مشتری هم تا در کارت نو داریم. یعنی 4 اطراف کابل از ما به جنس خود میبره. بسیار عالی. و هموطنای عزیز ما که کسایی که در کابل هستن در هر سمت که هستن میتونن از این لباس ها را، قسمی که بیادر جان عزیز ما عبدالمجید گفتن، میتونن که این لباس ها را از امو دکان ها هم میتونن کرایه بگیرن و همچنان میتونن اگر بخواین میتونن هم خریداری بکنن که لباس های بسیار مقبول دیگه هم اینجا است که چند لباس دیگر هم بر شما وطنهای عزیز ما به معرفی میگیریم. و همچون بیادر عزیز ما اگر همین لباس را برای هموطنهای عزیز ما به معرفی بگیرین، بله که بسیار یک دیزاین مقبول و همچنان یک لباس متفاوت است که واقعا زیبا هست و فکر کنم این لباسی که هست دنباله هم داره. نه دامن ازی گرد است. اینی لباس که است دامنش گرد است، اوریب میگم، دامن اوریب است، گرد است. دیگه قسمت پایین جالی است، گمو مواد قبلا گفتم زینکس است و جالی است و زیر ساتن سفید است. باز روی ساتن سفید جالی کار شده که این جالی رویش است و در قسمت یخن هم اون موردوزی های دستدوز یخنش است.
و قیمتش؟ قیمت هم مثل همو قیمت قبلی وره، از 9 تا 11,000 قیمتش. همین لباس های سفید که اینجا تمامشان است به می قیمت است یا هر کدام نظر به دیزاین و پرکاریش فرق میکنه؟ نظر به دیزاین تکه و دیزاین موردوزی و نوعیت تکهش قیمت ها فرق میکنه. چون بعضی تکه ها هست قیمت می بازو قیمتر تمام میشه و مجبور هستیم یک کمی قیمتر بره. بله. خب چی خوب است که لباس ها رو دیگه پایین نکنین، ما از اینجا برای وطنای ما به معرفی میگیریم، چون قسمی بسیار زحمت خودتان هم میشه که لباس هم ناگفته نمانه که بسیار سنگین است که من حتی پیشتر به دستم گرفتن نتونستم دیگه. یک چیز دیگه که برای عروس خانم‌ها شاید امی که بپوشن به چند ساعت هم بسیار سخت باشه، چون امی اگر موره کار شده یا کدام چیز دیگه امی لباس بسیار سنگین ساخته و بسیار گرنگ می باشه. به مو خاطر چه خوب است که لباس ها رو پایین نکنین، ما از اینجا برای وطنای ما به معرفی میگیریم. و یک لباس متفاوت دیگه که اینجا است که مورای کلان کار شده، میشه که در مورد زمین لباس بر ما بگین؟ این باش که به این طرف کاملا به این قسمت که است دیگه ساختارش موادش همو چیز است. تنها تفاوتش که است قسمت بالای یخن یک سرشانه‌ای دست دوزی مورا کار کردیم و یعنی ما به طور عامیانه شلشله میگیم که این شلشله‌ای که از این دور آمده تا این قسمت اینا کلا دست دوزی مورا شده و یک دیزاین کمربندم دست دوزی مورا داره. تفاوت ازی با نمو دیگر رو در قسمت یعنی سر شانه و اینمی شلشله موری ازی هست. بله که می قسم خود شلشله گفتین که می لباس را متفاوتتر و زیباتر ساختن. دختر خانمایی که نو لباس رو دوست دارن میتونن از همینجا خرید داشته باشن. دیگه این لباس هایی که عموما اینجا فکر کنم تمامشون دامنشون گرد است، دنباله‌دار نیستن. دنبال هم داریم. باشه یک لباس دیگر با شما. این لباس که است دوستای عزیز یک لباس بسیار ظریف که همچنان دنباله داره. این لباس که میشه در مورد طراحی از لباس بگیم. مکمل موردوزی است. از اما سر شانه شروع تا آخرین قسمت دامنه کلا موردوزی است. دیگه در قسمت پیش رو هم کلا موردوزی است. آستین دار، آستینش کف داره. دیگه یخنش هم این قسمی است و این تفاوتش با دیگرایی است که کلا تا آخر موردوزی شده است. در قسمت وزن پیشتر گفتی وزن ازیم از اونا که زیادتر است چون موردوزی ازی خیلی زیاد است و قیمت های ازیم چون هم دنباله داره و هم کلا موردوزی شده است 20,000 افغانی میه. بله واقعا یک لباس بسیار ظریف و همچنان مقبول که پشت سر از هم توگمه کار شده. توگمه بسیار ظریف و میتو توگمه سفید و مقبول. مطابق با مصفروشات با زیر پشت کماری پود کردیم تا این قسمت پشت گردنه این ما جوالی موری جره کار کردیم. دیگه دیزاین های ما را اگر متوجه شده باشین این قسمتش لوج است. این ما دیگه پود کردیم و چند تا توگمه هم زدیم که هم به زیباییش افزود شده و هم یک ذره بسیار عالی، بسیار عالی. بسیار از شما تشکر میکنم که امروز بر ما وقتتان دادین و همچنان برای هموطنهای ما خصوصا دختر خانمایی که بیننده برنامه بودن، کسایی که چی میگن اما عروسیشان نزدیک است، اگر در کابل جان هستن میتونن در اینجا تشریف بیارن و همچنان لباسای بسیار عالی و زیبا از دکان عبدالمجید جان عزیز خریداری بکنن. بسیار از شما تشکر میکنم. تشکر از شما و از همکار تکنیکی شما، زحمت کشیدین، لطف کردین، آمدین از کارخانه و از نمایشگاه ما گزارش تهیه کردین. تشکر از شما. بسیار تشکر از شما و هموطنای عزیزم. یک تشکری خاص و ویژه دارم از تمامتان که با صبر و حوصله‌مندی بیننده برنامه بودین. ما و تمام همکارای ما کوشش میکنیم که لباسای مقبول و زیبای کشور ما را، چه لباسای محفلی است چه لباسای گند است و همچنان اگر میخواین لباسای دیگه فرهنگ ما را ما به تصویر بکشیم شما در کامنت ها بگوین. کوشش ما برمی است که لباسای مقبول را برای شما وطنای عزیز به تصویر بکشانیم، چون ما امروز خواستم به این دکان بریم و یک گزارش داشته باشم، چون هوا دیگه تقریبا بگویم کم کم گرم میشه. به محافل عروسی هم دیگه بعد از ماه مبارک رمضان
شروع میشه. به مو خاطر خواستم که یک برنامه داشته باشیم از لباسای محفلی که واقعا اینجا لباسای بسیار عالی و زیبایی بود. و تا دیدار بعد و برنامه های بعد شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. لایک، شیر و همچنان سابسکرایب چینل ما یادتان نره و همچنان کامنتک های زیبا هم یادتان نره. این بود برنامه امروز. تا دیدار بعد و برنامه های بعد. خدا نگهدار.